دادگاه پاکستان بار دیگر محاکمه طبیبی را به تأخیر گذاشت که از زمان قتل اسامه بن لادن در زندان است. طبق گزارش ها شکیل افریدی به واسطه امگذرانی قلبکی کمک کرد مکان زیست اسامه بن لادن در شهر عباس‌آباد معین گردد. رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن که با سرپرستی حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا متهم می شود، در ابتدای ماه می سال 2011 در عباس‌آباد از طرف نظامیان آمریکایی کشته شد. بعد 20 روز افریدی را به حبس گرفتند. روز 24 سپتامبر دادگاه عالی پیشور پاکستان گفت محاکمه 30 سپتامبر دایر می شود. قمر ندیم وکیل مدافع افریدی به رادیوی آزادی گفت محاکمه زیر حمایه‌اش 16 دفعه به تأخیر گذاشته شد زیرا دادستان‌ها در تالار محاکمه حضور نداشتند. افریدی هیچگاه در رابطه با قتل بن لادن ایبدار نشده است. دادگاه او را با پشتیبانی طبی و مالی از گروه جنگجوی لشکر اسلام در منطقه خیبر پختونخوا مجرم دانسته به 33 سال زندان محکوم کرد. اعضای عائله افریدی میگویند او با گروه لشکر اسلام رابطه نداشت و سال 2008 به آنها $6,000 داد تا از اسارت این گروه جنگجوی اسلامی آزاد گردد. بعد طلب بازبینی حکم از طرف افریدی مدت حبس او از 33 به 23 سال زندان کاهش یافت. منصبداران پاکستانی حضور بن لادن در عباس‌آباد را به کمبودی‌های امنیتی ارتباط می‌دهند و هیچ قبول ندارند که افسران امنیتی و یا نظامی در پنهان نمودن او نقش داشتند.